سلام، ما تو این ویدیو میخوایم با ترکیب فلز و چوب برای شما یک شلف بسیار زیبا درست کنیم. شما میتونین با یادگیری ساخت این شلف برای خودتون کسب درآمد کنید. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خب ما برای ساخت این شلفمون از چوب گردو استفاده کردیم. طول کارمون 51 سانتی متره. عرض کارمون هم 20 سانتی متر. شما در نظر داشته باشین که حالا شما میتونین طول کار رو بیشتر در نظر بگیرین، اما عرض شلف ما نباید از 17 سانت کوچکتر باشه و از 25 سانت بزرگتر باشه. برای قسمت تکیهگاهمون از مفتول سایز 9 استفاده کردیم و از تسمه 2 سانت. شما میتونین از تسمه 4 سانت هم استفاده کنیم. با ما همراه باشیم، بریم مراحل ساخت این شلف رو با هم ببینیم. ما تو قسمت پشت کار از هر طرف 2 سانتی متر فاصله دادیم و داخل کار رو به وسیله دستگاه CNC خالی کردیم، چون ما میخوایم پایه های این شلف حالت مخفی داشته باشه و دیده نشه. پس ما از تسمه 2 سانتیمون به اندازه 47 سانت برش میزنیم و از مفتول سایز 9 مون به اندازه 10 سانتی متر. حالا شما میتونین کمتر از 10 سانت هم انتخاب کنید، مثلا 7 سانت هم باشه مشکلی پیش نمیاد، ولی خب بیشتر از 10 سانت نباشه و کمتر از 7 سانت هم نباشه. مفتولمون رو برش بزنیم تا پایه مخفیمون رو بسازیم. برای این سایز از شلف ما تقریبا باید 3 تا پایه از مفتول سایز 9 مون انتخاب کنیم، یعنی تقریبا ما 3 تا براش پایه بذاریم برای این سایز از شلفمون کافیه. ما برش کاریامون رو با دستگاه آب و صابون انجام میدیم. تو ویدیوهای قبلی نحوه کارکرد با این دستگاه رو ما مفصل برای شما توضیح دادیم. ما تسممون رو برش زدیم به همراه مفتولهای سایز 9 مون. الان ما باید برای اینکه پایه رو درست کنیم تقریبا 7 سانت از سمت بالا و 7 سانت از سمت پایین علامت میزنیم و 23.5 سانت از وسط تسممون علامت میزنیم و مفتولامون رو به این صورت جوش میزنیم تا پایه مخفیمون رو بتونیم درست کنیم. خب ما محل قرارگیری مفتولامون رو روی تسممون مشخص کردیم. شما سعی کنین مفتولتون دقیقاً در وسط محلی که علامت زدین قرار بگیره. با خالجوش اول نگه داریم مفتولمون رو روی تسممون و بعد تراز کنیم و در آخر جوشاشون رو پر کنیم. خب بعد از خالجوش زدن ما باید مفتولامون رو تراز کنیم. بعد از تقریبا 3 طرف مفتولمون تراز بشه خب اگه دیدیم مفتولتون حالا به هر دلیلی نتونستین اینو حالت قائم خالجوش بزنین، مشکلی نداره. با چند تا ضربه میتونین مفتولتون رو
تراز بکنید. حالا یه نکته ریز هم بهتون بگم برای نصب کار. شما باید اگر این سمت کار رو سمت بالا در نظر بگیرین، مفتولاتون کمی باید به سمت بالا تقریبا نیم درجه زاویه داشته باشه تا هنگام نصب کار به مشکل نخوریم. بعد از اینکه مفتولامون رو تراز کردیم و یه حالت تقریبا نیم درجه به سمت بالا مفتولامون رو خم کردیم، شروع میکنیم اطراف مفتولامون رو با جوش پر کردن. خب ما مفتولامون رو جوش زدیم، یعنی جوش پایه های مفتولمون رو پر کردیم. باید برای زیبایی و همچنین برای اینکه تو موقع نصب به مشکل نخوریم، پایه های جوشمون رو به وسیله سنگ بزنیم تا هم مرتب بشه، هم این حالت برآمدگی ها صاف بشن. ما تو ویدیوهای قبلی نحوه صحیح سنگ زدن رو هم به شما آموزش دادیم. میتونیم به اون ویدیو مراجعه کنیم و نحوه صحیح سنگ زدن و استفاده از فلز یا مینی فلز رو یاد بگیرید. فقط توجه کنین که نیاز نیست خیلی جوشمون رو سنگ بزنین، چون که اگه خیلی جوشمون رو سنگ بزنین استحکام جوشمون میاد پایین و ممکنه بعد از مدتی استفاده پایمون بشکنه. در حدی که فقط برآمدگی های جوشمون صاف بشه کافیه. پایمون تکمیل شده به وسیله یک اسپری. حالا رنگش دلخواه، شما میتونید هر رنگی بزنین، چون که این پایه داخل کار قرار میگیره و دیده نمیشه. ما صرفا رنگ میزنیم که حالا به مرور زمان زنگ نزنه. اگر تا اینجای کار از این ویدیو لذت بردین، لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنین. اگه تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین. با ما همراه باشین، بریم رنگکاری و پرداختکاری چوبمون رو هم ببینیم و در آخر نصب کار. خب ما برای اینکه سطح شلفمون صاف بشه و بتونیم سطح چوبمون رو صاف کنیم، با استفاده از سنباده 100 و 220 سطحمون رو سنباده میزنیم. شما میتونید با دستم این کارو بکنید، ولی خب ما با استفاده از دستگاه این کار سنباده کاری رو انجام میدیم. بعد از اینکه سطح شلفمون رو سنباده زدیم، برای اینکه این درزهای چوب رو پر کنیم، با استفاده از بتونه و چسب MDF درزها رو پر میکنیم. یه بار دیگه سنباده میزنیم تا این درزها صاف و یک دست بشه.
خب کارهای پرداختکاری چوبمون رو انجام دادیم. الان باید سوراخ‌کاری هامون انجام بدیم که کجا این پایه هامون قرار میگیره. سوراخ‌کاری ها رو انجام بدیم، سماده آخر رو بزنیم و در آخر رنگش کنیم و بریم نصبش رو هم با هم ببینیم. پرداختکاری‌های شلف ما تموم شده. بعد از اینکه لبه گیری هم کردیم که حالا لبه ها حالت خیلی تیز نداشته باشه با سنباده، میریم قسمت جذاب ماجرا که قسمت رنگکاری چوبمونه. خب رنگکاری شلف ما هم تموم شد. با ما همراه باشیم بریم دیگه قسمت آخر کار، نصب و اتمام کارمون. برای نصب پایه فلزیمون روی دیوار ما 3 تا سوراخ روی پایه فلزیمون زدیم و به وسیله پیچ این پایه فلزیمون رو به روی دیوار سفت میکنیم. بعد از اینکه پایه فلزیمون رو روی دیوار فیکس کردیم، شلف چوبیمون رو از محل‌هایی که سوراخ کرده بودیم، محل‌هایی که قرار بود مفتول شماره 9مون داخل شلف چوبیمون قرار بگیره، تو محل خودش قرار میدیم. با یه دونه فشار راحت فشار بدیم و بره سر جاش وایسه. با 2 تا ضربه بزنیم کاملا رو دیوار فیکس میشه.
خب همونجور که شما مشاهده میکنین کارهای شلف ما تموم شد. ما شلفمون رو روی دیوار فیکس کردیم. از شما ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. اگه تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کانال رو فعال کنین تا اولین نفری باشین که ویدیوهای آموزشی بعدی ما رو میبینین. اگر شما هم میخواین شلف زیبا رو از ما تهیه کنین میتونین از راه‌های ارتباطی که توی دیسکریپشن نوشتیم با ما ارتباط بگیرید. هر گونه سوالی هم دارین لطفاً برای ما کامنت کنید.